بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، ما و شما قبلا درس های قرآن شناسی داشتیم که 14 کلید قرآن شناسی را ما و شما خواندیم. لکن درس های فعلی ما درباره سوره شناسی هست، یعنی ما سوره های قرآن عظیم الشان چه قسم بشناسیم و بفهمیم که این سوره چی مقاصد و چی مطالب را شامل است تا ما از او درسایی را که میگیریم و چیز را که می آموزیم و در زندگی خود را عمل بکنیم. اول خود سوره فاتحه که از ایرا نامهایی داره، مثلا ایرا ام القرآن میگن و سوره فاتحه را ام الکتاب هم میگن و سوره فاتحه را واقعه میگن که انسان وقایه میکنه و سوره فاتحه را شافیه میگن که انسان شفا نصیب میکنه و سوره جامعه میگن که جمع تمام قرآن در این جمع شده است، یعنی تمام قرآن عظیمشان در این جمع شده است. و سوره حاویه میگن که تمام محتوای قرآن عظیمشان در بین ازی هست. بین ما و شما امروز کم کم در مورد سوره فاتحه بین بگیم که مثلا سوره فاتحه را چی معنی فاتحه؟ فاتحه یعنی باز کننده. چی معنی باز کننده؟ چی را باز میکنه؟ یعنی وقتی که شما این سوره مبارکه را با عقیده توحیدی صحیحی که دارین و از این سوره عقیده توحید خدا یاد گرفتین، این سوره را تلاوت میکنین، رحمت الله متعال بالای ما و شما نازل میشه. وقتی که سوره را با عقیده توحیدی تلاوت میکنیم، توحید را که از این سوره یاد گرفتیم، رحمت الله بالای ما و شما نازل میشه. سوره فاتحه را وقتی که ما و شما تلاوت میکنیم، فضل الله، رحمت الله، کرم الله، دروازه های رحمت الله برای ما باز میشه. دروازه های کرم الله بالای ما و شما باز میشه. دروازه های عطای الله بالای ما و شما باز میشه. دروازه های رزق الله بالای ما و شما باز میشه. دروازه های رحمت مادی و معنوی الله سبحانه و تعالی برای ما و شما باز میشه. سوره فاتحه، چرا فاتحه میگن؟ سر خلاص شدن تمام سوره ها، کلید تمام سوره های قرآن در سوره فاتحه هست. معنای تمام قرآن عظیمشان در سوره فاتحه هست. بر هر سوره کلیدش در سوره فاتحه هست. این سوره را از این خاطر فاتحه میگن. همه چیزا را بر شما باز میکنین. سوره فاتحه به خاطر ازی که آغاز و افتتاح قرآن عظیمشان توسط از این سوره مبارکه میشه. خب آلیم 7 عمل باید با فاتحه بکنیم. وقتی که سوره فاتحه را ما و شما میخوانیم باید 7 عمل بکنیم. این 7 عمل کدام یکی است؟ اول وقتی که سوره فاتحه را تلاوت میکنیم، احساس بسیار خوب در مقابل کلام الله داشته باشیم. احساسی که بسم الله الرحمن الرحیم، من حمد میفرستم به ذاتی که الله نام داره، رب عالمیان است، نعمتش بر تمام مخلوقات است، رحیم بالای بنده های مؤمن خود مهربان است، مالک آخرت است. احساس است یا الله خواست را عبادت میکنم و خواست است کمک میخوایم. من هدایت کو برای راست، راه کسانی که انعام کردی بالایشان، نه راه کسایی که بالایشان غضب کردی و نه راه کسایی که بالایشان اونا گمراه هستند. در سوره ببینین وقتی ما و شما این احساس چه قسم باید داشته باشیم. شما وقتی که یک عریضه دارین، یک مشکل دارین، پیش یک انسان بزرگ میرین، اول اوصافش برش میگین که شما بسیار شخصیت عالی هستین، بزرگ هستین و این صفات دارین. باز وقتی که این صفات بیان کردین، باز برای از این شخص چی میگین؟ برای از این شخص امو ولا و دوستی تانه بیان میکنین که به شما من بسیار اخلاص دارم و محبت دارم و این است. و بعد از او باز
ورقه عریضه تان پیش میکنیم که صاحب اینی عریضه ما هست. آل شما در مقابل ما و شما میریم در مقابل یک ذات با عظمت که الله سبحانه و تعالی هست، در مقابل از قرار میگیریم و عریضه داریم و تقاضا داریم. اول چی میکنیم؟ اول از ذات ذوالجلال صفاتش بیان میکنیم که یا الله تو رب العالمین هستی، یا الله تمامی حمد و ثنا و صفات که به ذات تو شایسته هست، خاص برای تو هست. تو الله هستی، تو الله هستی. اللهم انت الله لا اله الا انت انا عبدك، ما بندیت هستم. تو الله هستی، تو ذات با عظمت هستی، تو رب العالمین هستی. یا الله تو رحمان هستی، نعمت عام و شامل است. بر من مسکین هم از این نعمتت چیز نصیب کو. الرحیم هستی و کان بالمؤمنین رحیما. یا الله تو رحیم هستی، با مؤمنان رحمت میرسانی. یا الله بر من هم رحمت که عقیده توحید است، ایمان هست، اخلاص هست، تقوا هست، این نصیب بکن. یا الله تو مالک یوم الدین هستی، این احساس مالک یوم الدین هستی. یا الله این آخرت که هیچ کس مالک نمی باشه، مالک همه چیز خودت هستی. پس یا الله تو ذات با عظمت هستی. باز عریضه خدا پیش میکنیم. پیش از عریضه پیش کردن باز ولاء خدا، دوستی خدا، محبت خدا، طاعت خدا، استعانت خدا، اخلاص خدا به الله بیان میکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک میخوایم. بعد از عریضه خدا پیش میکنیم که یا الله اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، راهی کسایی که برایشان نعمت کردی. یا الله ما را برای نبیین، برای صدیقین، برای شهدا و برای صالحین برسان. این احساسا انسان مؤمن با تلاوت سوره فاتحه می داشته باشه. غیر المغضوب علیهم، یا الله ما را در جمله علمای قرار ندی که علم داشتن لکن عمل نمی کردن، بالایشان غضب تو نازل شدن. ولا الضالین، و یا الله ما را